عزیز میخواهیم که کمپیر چه مسفید پدر حج رو کنیم برادر جانو نمره دا زنگ بزنیم. خبر اکنون ما سفرهای خود را از ترکیه و دبی آغاز کردیم. یعنی که نفرانی که در ترکیه یا اینکه دبی زندگی میکنن اکنون میتوانند حج یا اینکه عمره با شرکت بیت الله تور با نرخ‌های دسترس و شرایط‌های بهترین کنند. برای معلومات بیشتر شما میتوانید با واتساپ ما یا اینکه با دایرکت ما مراجعه کنید. السلام علیکم. و برادرایی که میخواین هجومه کنیم برادرو کنکریت نه هجومه نرمال برادر عزیز زنگ بزنیم برادر دا میرین دا کپک هجومتون میکنه. سلام علیکم آقای سیمدی. و علیکم السلام. خیلی خوبی تینجی؟ شکرانه پرگو شما خوبی تینجی. چیکار کرده سر دهن گوش برید اوچکی داشته؟ هیچوما اومدگیم این درند خوب کرده درو وردانا درو نایش کاش چیکار که من حس کردم ایش کرده بیرون نمیتونم اون دان آواز خیسای ماتور اگر پاپلای نکنه اجازه چی گفتنی برادرو دا؟ برادرو هیچوما کنه ای حضرت پیغمبر کنه هیچوما را میکرد در حقیقت. السلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین ساق سلامت هستین. برادر عزیز در مسئله گرانیت ما گپ زدیم. الله برکت امتا شروع الله که دستگیری کردین و دستگیری کنین باز هم که تویست که در سر همه مردم ما یعنی که مردم مهاجر ما زنهای تاجیک ما برادرای تاجیک ما شتوب همین تظلمون نباشه. الحمدلله که فهمیدیم که الحمدلله برادرای رفتن در همونجا برادرایی که بر اومدن حتی از اونجا که اکل بوی ورمل بوی یگم اسد یگم چه یگم خفا میکنن یگم ظلم میکنن یگم چیز میکنن لوبوی ورم چختیم لوبوی ورم زنگ میزنن ان شاء الله که در همینجا 6 سکونده در همینجا قرار در همینجا میشیم یعنی در پیشون میشوم. خب برادر عزیز چخیلی که نوارا دیده استین نوارا ما در تلگرام میمونم تلگرام در بدریم برادر جونا برادرایی که اواریا کردگیان در به حد بیرحمانه زدگی تیکا تیکا سبحان الله اوجا برادرای تاجیک هم زدگیان با یک اواریا دیگه هم در اوجا شدگیان. یعنی که برادر عزیز اگر اواریا را بگیم هر روزا اواریا با مو خاطر میگم که شتو برای بسر مردم ما ظلم نباشه بسر مردم ما مقصد ای تک خچون بیچاره ها عذاب کشیده سن ای تک برای یک گرانیت رفتن نگاه کنین که چه قدر مقصد بیچاره ها جون از دست میتن بیچاره ها میزنن شهید میشوند. نصیحت من برای شما برادرها و خواهرها هر یک تایید که برای گرانیت سفر میکنین خواهش از شما میکنم طهارت کنین نمازاتون نبخونین بعد راه سفر دا ببرین. راه سفر یک چیزی هست که لوبوی کار شدنش ممکن است. خدای نکنه مثل همین برادرایی که رفتن اینا زدن سبحان الله نگاه کنین که چقدر تیکه تیکه شدگیان. اعوذ بالله در تلگرام ما ببینین با مو خاطر برادر عزیز نوارا پاهن کنین تو برادرایی که همین کارو دا همین یگم ظلم میشوه یگم چیز میشوه میتونین که برادر جونو مراجعت کنین ان شاء الله که انا چختیم چیزی که از دست من بیای برادر یا چیزی که ان شاء الله با هم راه خدا از دست من اومد قوت بتوانید. خدا حافظ خدا نگهبان تو موشه برادرو نوارا پاهن کنین خدا نگهبان تو.